آیا مرده از حال یکدیگر با خبر دارند؟ از حال یکدیگر خبر دارند؟ طبق نصوص قرآن و سنت بله، مرده ها از حال یکدیگر خبر دارند. اونایی که در انسان که بعد از اینکه از دنیا میره یا در باغی از باغ‌های بهشت است یا در چاله‌ای از چاله‌های دوزخ، و طبق بعضی از آیات روایاتی که وجود داره مرده ها از احوال همدیگر با خبر میشن. اونایی که در کنار همدیگه زندگی میکنن یا شاید هم اهل بهشت از اهل دوزخ از حالشون با خبر باشن یا عکس، چون خبر بودن اهل بهشت از اهل دوزخ و یا برعکسش، این هم یک گونه پاداش است و هم یک گونه جزا هست برای کسی. به طور مثال یک نفری به کسی ظلم کرده، کافری بوده، یک مسلمانی رو کشته یا هر ظلم و ستمی دیده شده و بعد از مرگ این مسلمان وقتی از این اطلاع پیدا بکنه که او در دوزخ است، خب یک آرامش و راحتی برای این دست میده، چون که او به جزای اعمالش میرسه. اما اکثر اموری که بعد از مرگ انسان رخ میده رو، آنچه که در قرآن و سنت بیان شده، ما بهش اعتقاد داریم. در غیر اون رو امور غیبی میدانیم و الله سبحانه و تعالی بهتر از این مسائل آگاه هست. و وقتی که قیامت برپا شد، همه انسان ها طبیعتاً از حال احوال دیگر با خبر میشن.